اگه میخوای کشتی محتوایی به ساحل برسه و تو دریای بیکران محتواها غرق نشی، این ویدیو رو تا آخر ببین. ببین راحت بگم سناریو لنگر کارته. سناریو در واقع یه داستان مختصره درباره اون کاری که میخوای بکنی. مسیر کارو واسه خودت مشخص تر میکنه و باعث میشه قبل از اینکه کارو انجام بدی خوب بهش فکر کرده باشی، بدونی کجاها دقیقاً میخوای چیکار کنی. حالا برخلاف باور عموم، سناریو میتونه واسه هر چیزی نوشته بشه و فقط منحصر به ویدئو نیست. شما میتونین واسه گرفتن یه شات عکس هم سناریو بنویسید یا حتی واسه ساختن یه استوری گرافیکی. در واقع سناریو یه داستان مختصریه که شما تعریف میکنید واسه مخاطبتون، یه موقعیتی که مخاطبتون توش قرار گرفته و بعد از اون راه حل و راهکار رو محصول یا خدمات خودتون معرفی میکنید یا حالا هر چیزی که میخواید بهش برسید. خب بیاین درباره این صحبت کنیم که اصلا چجوری یه سناریوی خفن بنویسیم. اوکی، ببین 3 تا نکته خیلی مهم داره موقع نوشتن سناریو که باید رعایتشون کنی. نکته اول اینه که پرسوناتو بشناسی، مخاطبتو بشناسی. بدونی که اون آدم دقیقاً کیه، جنسیتش چیه، چند سالشه، تفریحش چیه، شغلش چیه، از چی خوشش میاد، از چی بدش میاد، چه جوری حرف میزنه، کجا زندگی میکنه. آخه وقتی یه داستان، یه موضوع ثابت رو میخوای واسه یه بچه 5 ساله تعریف کنی با وقتی که میخوای واسه یه پیرمرد 70 ساله 80 ساله تعریفش کنی، خب خیلی فرق داره مدل تعریف کردنت. به خاطر همینه که خیلی مهمه که مخاطبت رو اول از همه بشناسی تا بتونی اون جوری که اون دوست داره بشنوه داستانو تعریف کنی. مسئله دوم وجود قلاب و کال تو اکشنه. ببین ما داریم توی یه دنیایی زندگی میکنیم که حقتو نمیدن، باید بگیریش، که توش اینترنت حرف اولو میزنه. بزرگترین رسانه‌ای که الان دست همه مردم پیدا میشه اینترنته. توی اینترنت هم چیزی که زیاده محتواست. اینجا جاییه که اهمیت قلاب به چشم میاد. قلاب در واقع اول کارته، همون جاییه که تو مخاطبو میخکوب میکنی و بهش یه دلیل قانع کننده میدی که چرا اصلا باید کار تو رو ببینه بین این همه کاری که وجود داره تو اینترنت. خیلی مهمه که با استفاده از خلاقیتت بتونی یه جوری این اول ویدیو، این چند ثانیه مهم اول ویدیو رو جذاب کنی. یه سری فرمولا وجود داره، مثل این که مثلا از اعداد استفاده کنی، مثلا بگی 3 تا روش واسه فلان، ولی سعی کن قبل از این که سمت این فرمولا و روشا بری به خلاقیت خودت تکیه کنی. اگه نتونستی از توش چیزی در بیاری، بعدش برو دنبال فرمولای ثابت. یادت باشه که مخاطب همیشه دوست داره چیز جدید ببینه. حالا کال تو اکشن چیه؟ کال تو اکشن برعکس قلاب تو آخرای کارت میاد معمولا. من مخاطبمو با قلاب جذب کردم، براش یه داستانی رو تعریف کردم و حالا ازش میخوام که یه کاری رو برام انجام بده. مثل اینکه من به شما میگم چنل رو سابسکرایب کنید، یا مثلا اینکه میگم شماره تلفنتون رو بنویسین تا ما بهتون مشاوره رایگان بدیم. اصلا اسمش روشه دیگه، کال تو اکشن. و اما نکته سوم که خیلی مهمه اینه که گره زدن داستان و موضوع خودت به دغدغه مخاطبته. تو اول ویدیو مخاطبتو جذب کردی، آخر ویدیو هم بهش یه کال تو اکشنی دادی، اصلا اونم انجام داد، ولی این وسط مهمه. اینکه اصلا محتوای اصلی که داری به مخاطبت ارائه میدی چیه، به درد مخاطبت میخوره، اصلا مخاطبت دنبال چیه. شما دنبال چی هستی؟ یه جورایی دوباره برمیگرده به همون مخاطبتو بشناس، چون تو دقیقاً باید بدونی که مخاطب چه چیزی میخواد و حالا بیا یه راه حلی برای اون مشکلش یا اون چیزی که دنبالشه ارائه بدی بهش. خب حالا داری به این فکر میکنی که من اینو بذارم، اینم بذارم. طولانی شد. آفرین، طولانی شد. اینکه سناریو چقدر طولانی باشه، چقدر کوتاه باشه، چی بگی داخلش، اینا همه چیزاییه که به خودت بستگی داره و البته به اون کاری که داری میکنی. مثلا بعضی وقتا هست که تو میخوای یه سناریوی تبلیغاتی بنویسی و هدفت اینه که خیلی شیر بگیره، مردم واسه هم دیگه بفرستنش. خب من اگه باشم یه سناریوی کوتاه مینویسم. چرا؟ چون که مردم حوصله دیدن ویدیوهای طولانی رو ندارن. ببین این 3 تا نکته‌ای که گفتم 3 تا نکته‌ای بود که خیلی کلیه توی سناریو نویسی. حالا یه سری فاکتورها هست که ریز جزئیات کارو برات مشخص میکنه. مثلا اینکه ویدئویی که میخوای بسازی چند ثانیه یا چند دقیقه باشه. مثلا اینکه از مخاطب چی میخوای ویدئوتو شیر کنه، میخوای بیاد محصولتو بخره، میخوای بیاد تو سایتت ثبت نام کنه. مثلا اگه میخوای واسه اینستاگرام یه محتوایی تولید کنی که شیر بالایی بگیره، خب طبیعتا باید یه ویدئوی کوتاه بسازی، چون اگه ویدئوی طولانی بسازی اصلا خیلی‌ها ممکنه نبیننش، چون خیلی‌ها حوصله دیدن ویدئوی
طولانی ندارن. اصولا کسایی که حوصله دیدن یه ویدئوی طولانی تر رو دارن میان تو یوتیوب. پس اگه خواستی توی یوتیوب تولید محتوا کنی میدونی که حداقل تا 8 دقیقه و 10 دقیقه وقت داری. اما تو اینستاگرام اینجوری نیست. گاهی اوقات شاید 30 ثانیه هم وقت نداشته باشی. اینم بگم که یکی دیگه از چیزایی که باید از مخاطبت بشناسی زبون مخاطبته. با هر کسی باید به روش خودش صحبت کنی. مثلا اگه داری با بچه‌ها صحبت می‌کنی باید بچگونه صحبت کنی. اگه داری با استاد دانشگاه صحبت میکنی باید مثل یه استاد دانشگاه صحبت کنی. اگه داری با قشر جوون صحبت میکنی باید خیلی جوون پسند صحبت کنی. اگه مخاطبت مامانان یه چیزی بگو که احساساتشون درگیر بشه، نگران بشن. خب حالا که اینا رو گفتم میخوام بهت یه سری ویژگی بگم که با این ویژگی‌ها بتونی به سناریوی خود امتیاز بدی. میخوایم ببینیم یه سناریو چه ویژگی‌هایی داشته باشه بهش میگیم سناریوی خوب. نکته اولش اینه که واسه مخاطبت قابل لمس باشه. یعنی تو اگه قراره یه شرایطی رو واسه مخاطب توضیح بدی و اونو توی یه شرایط فرضی قرار بدی، یه شرایط فرضی باید باشه که مخاطبت هم تجربهش کرده باشه یا حداقل یه درکی ازش داشته باشه. در غیر این صورت هر چقدر هم کارت خفن باشه و هر چقدر احساسی باشه بازم مخاطبت باهاش ارتباطی برقرار نمیکنه. دومین ویژگی یه سناریوی خفن وجود تنش توی اون سناریوه. تنش هم چجوری به وجود میاد؟ با درگیر کردن احساسات. حالا این احساسات میتونه هر چیزی باشه، مثل حس کنجکاوی، حس غم، حس خوشحالی یا هر چیز دیگه ای. البته حواست هم باشه قرار نیست انقدی ضربه محکمی به احساسات مخاطبت بزنی که از دستت ناراحت بشه. صرفا همین که یه ذره احساساتش رو درگیر کنی تا اون مشتاق تر بشه واسه ادامه کارت کافیه. اون فضا و اون لوکیشنی که سناریوتو قرار توش اجرا کنی هم خیلی مهمه. از چه بابت مهمه؟ از یه بابت این که باید هماهنگی داشته باشه با موضوعت و دوم این که جذابیت بصری داشته باشه. مثلا من اگه قرار باشه یاد بدم که چجوری کیک شکلاتی بپزی، هیچ وقت نمیرم توی گاراژ تعمیر ماشین و بهتون آموزش بدم، چون نه هیچ ربطی به کارم داره نه جذابیت بصری خاصی داره. البته که توی این نکته میتونه تبصره وجود داشته باشه. یعنی گاهی اوقات توی یه محیط متفاوت بودن میتونه اتفاقا جواب بده. اگه بتونید موقع سناریو نویسی یا حداقل وقتی که سناریوتون کامل شد تصاویری که قرار مخاطبتون در نهایت ببینه رو توی ذهنتون تصور کنید و با توجه به اونا موسیقی مناسبش رو انتخاب کنید قبل از اینکه اصلا دست به سمت دوربین ببرید، مطمئن باشید که کارتون خیلی سطح بالاتری خواهد داشت. یه بار دیگه پس با هم دیگه چک کنیم. گفتیم که اینکه قلاب داشته باشیم و بتونیم مخاطب رو جذب کنیم مهمه. اینکه وقتی مخاطب رو جذب کردیم بتونیم موضوعمون رو به دغدغه مخاطبمون ربط بدیم مهمه. اینکه وقتی توجه مخاطبمون رو با موضوعمون جلب کردیم، پای داستان ما نشست، ازش یه کاری بخوایم یا در واقع همون کال تو اکشنمون رو رو کنیم مهمه. اینکه مخاطبمون رو بشناسیم، بدونیم داریم واسه کی صحبت میکنیم مهمه. تو چه فضایی داریم کارو اجرا میکنیم مهمه. هویت بصری که داریم به مخاطب نشون میدیم مهمه. موسیقی که داریم انتخاب میکنیم مهمه. و در کل اینکه اون محتوایی که ما ساختیم چه فایده‌ای واسه مخاطبمون داره، اصلا چه دردی رو ازش دوا میکنه، از همه چی مهمتره. امیدوارم که این ویدیو براتون مفید بوده باشه. اگه دوست دارین بازم از ما ویدیو ببینید، با لایک و سابسکرایب کردن به همون انرژی ادامه دادن بدین. اینجا کوکی و منم سجادم.